سلام بچه‌ها. بریم ببینیم یه روز عکاس و ادمین چطوریه. رسیدم سر پروژه ادمینی و تولید محتوا کردم برای دندون پزشکی. بعد یه قهوه زدیم ادیتو شروع کردیم و تموم شد و تایید از کارفرما گرفتم. فقط بدو اومدم خونه که آماده شدم برای عکاسی اول. وقتی رسیدم سر لوکیشن دیدم بچه‌ها آماده شدن، کار استارت زدیم با ایدا بسمن. این وسط انقدر خسته شده بودم یه تهدید ریزی هم کردم. آخرین باریو چون تا آخر میگرفتیم که برق رفت. دیگه اومدیم مابقی کار بیرون تو طبیعت گرفتیم و خیلی نتیجه خوشگل شد. رفتیم سراغ مشتری بعدی که با رقص محلی به استقبالم اومد. یه کودک کار گرفتیم داره شیشه رو برامون تمیز کنه. درست هم از نتیجهش راضیم. Thank you for the happiest. اینم یه روز عکاسی با من. خوشحال میشم من سابسکرایب کنی.